تمرین شماره 40. تمرین شماره 40 کرشمه ماهور هست. فا دیز، دو دیز، ماهور، ر. با سرعت پایین با هم میخونیم و قسمت اجرا میکنیم. 3 ضربی هست. هر سیاه برابر 1 شماره میشه. 1 2 3. دو تا نوت اول با آرشه راست. ر ر ر ر ر. خط اتحاد داره، 2 ضرب حساب میشه. ر ر ر ر ر ر دو سی سی لا سی سی لا سی دو ر می ر سکوت می ر دو سی لا سو فا با تیری می ر. بعد بریم تو پوزیشن. ر انگشت اول، ر فا انگشت سوم از دوم فاصله میگیره به خاطر دیز بودنش و اینکه دو تا نوت اول با آرشه راست. ر فا 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 می فا می 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 ر دو سی سی. تکرار سی 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 می ر. 2 ضرب. ر سکوت لا لا. تکرار داره. آرشه چپ اولیش میشه، دومیش میشه آرشه راست. 1 2 3 1 2 3. مثلا میخوام سول اشتباه گرفتم دیگه. لا سول فا 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 می فا لا سول خط اتحاد، 2 ضرب. سول فا. میایم تو پوزیشن. انگشت دوم می 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 ر می سول فا دیز. از می فاصله داره، انگشت دوم میذاریم، سوم با فاصله، چهارمش میچسبه. می سول فا فا می. برمیگیم از پوزیشن بیرون. ر ر دو سی سی لا سی دو ر می ر سکوت می ر دو سی سولف. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. یا اینجا بگیرین یا دویی که بالاش نوشته 2 3 هم سکوت.